غلام جیلانی فراهی آمر امنیت ولایت زابل میگوید پس از 8 روز عملیات تصفیه‌ای در مناطق ناامن ولسوالی‌های معروف و ارغستان قندهار و ادغر زابل اکنون این ساحات از وجود مخالفین پاک گردیده است. تقریبا دغه عملیات اته ورځې دوام درلودې. ډېرې ساحې ډېر کلي د معروف او د ارغستان او د ادغر په ساحو کې د دشمن د موجودیت څخه پاک شوي دي. با گفته آقای فراهی در این عملیات مشترک اردوی ملی، قوات‌های سرحدی و پلیس ملی حدود 7 تن از مخالفین در نتیجه درگیری‌های متقابل کشته شدند. هرچند وی در مورد تلفات وارد شده و نیروهای امنیتی چیز نگفت، اما افزود که در این عملیات منطقه وامدره که از چندین سال در تصرف مخالفین مسلح قرار داشت و از آن ساحه بالای نیروهای امنیتی حمله می‌کردند نیز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد.